روز 3 مای در ناحیه فرخور مشق مکمل مدافع گраждани با اشتراک هیئت راهبری کننده مدافع گраждани کمیسیا ها سرداران مدافع گраждани خدمات قوا و واسطه‌های زیرنظام‌های وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی ناحیه فرخور اوید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده جماعت‌های دهات انشاءات‌های اقتصادی در مؤسسه تعلیمی رقم 1 تشکیل و گذرانیده شد. آغاز مشق روز نمونوی مدافع گраждани از جمع تنتنوی شروع گردید. مقصد اساسی چهاربینی گذراندن امروزه روز مدافع گраждани در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 برای آماده نمودن خوانندگان در حالت‌های فوق‌العاده در مؤسسه میباشد. این چهاربینی که طبق نقشه چهاربینی ها و توصیه شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری آفت‌های طبیعی در ناحیه فرخور عملی گشت با آمادگی همه‌جانبه کلکتیو آموزگاران و خوانندگان در سطح بلند دایر کرده شد. مشغولیت‌های نظریوی اوید سطح آگاهی نورسان نشان دادند که اوید حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани مکتبیان اطلاع خوب دارند. امروز ما همه خوانندگان را از ساعت 7:30 تا ساعت 10:30 با بانگ خطر زمین لرزه برخواندیم که در وقت بانگ خطر یگان خواننده جراحت جسمانی نبرداشته است. موافق نقشه همه خوانندگان ما به جای بی خطر از سیمخانه ها برآورده شدند. دیگر مؤسسه ها باشند به همین طور مدافع گраждани را که در ماه مای اپریل و ماه مای برگزار شده است گذرانده ایستادند. در قسمت مشروع عملی هم اشتراکچیان چهاربینی فعال بودند. آنها وابسته به دسته‌های محافظتی و سوختار خاموشکنی و یاری تعجیلی از سمت فعالیتشان آگاهی داشتند و وظیفه‌های خود را با زیرکی و هوشیاری اجرا نمودند. طبق اطلاع برای برگزاری مشق روز مدافع گраждани مؤسسه آمادگی خوب دیده است و در این روز از اجرای هر یک وظیفه نزدشان گذاشته شده با مسئولیت بلند برآمده توانستند. این گفته‌ها در قسمت جنبسته مشق روز مدافع گраждани صدا دادند. برای سطح آمادگی از نام شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به اشتراکچیان بهترین سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شدند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.